بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان حفظه الله تعالى. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. بسم الله الرحمن الرحیم. اینک ما درس خود را دوام میدهیم از کتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، شرح از آن شیخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى است. صاحبی متن می‌فرماید: و قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآیه. این از سوره نساء آیه 36 میباشد. یعنی الله را عبادت کنید و به او یگان چیز شریک قرار مدهید. وقال الشيخ الشارح حفظه الله تعالى: لا تشركوا أي اتركوا الشرك. معنی لا تشركوا یعنی شریک قرار مدهید، یعنی شرک رو ترک بکنید. اکنون معنی شرک چیست؟ و هو تسویه غیر الله بالله فيما هو من خصائص الله. این نقض از زیاد کردن است. این معنی شرک است. و هو یعنی همون شرک تسویه غیر الله بالله، برابر کردن غیر الله است به الله. یعنی غیر الله را به الله چیکار میکنه؟ برابر میکنه. در چیز؟ در همون چیزی که حوی از خصوصیت های الله است. یعنی در یک کار غیر الله را برابر میکند که حالا اون که اون کار خصوصیت الله است. مثلا میگوید که الله را فرزند میدهد و غیر الله را میتوند که آدم اگر مراجعت کند یکون قبر، یکون شیخ، یکون مزار شخصی بی فرزند است. یا که گوید الله ضرر رساندن میتواند و میشود که غیر الله را پرسید و هم چیکار کند؟ ضرر رساند، حالا اینکه الله خودش ضرر رسان است و فایده رسان است. انا کسی که غیر الله را برابر کند در یک کارهایی که همون کارها از خصوصیت های الله می باشند، این شرک میگفتند، شرک میگفتند. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الله را عبادت کنید و به او یگان چیز و یگان کس شریک قرار مدهید. شیئا نکرة فی سیاق النهی فتعم الشرك کبیره و صغیره. در همینجا میگوید شیئا نکیره آمده است، یعنی معرفه نیو نکیره آمده است. در دوام نهی، لا این نهی است، لا تشركوا این چی میگوید؟ نهی میگوید. اگر کدام جانده که بعد از نهی یا که بعد از نفی یگان اسم نکیره بیاد مانند شیئا یا که احدون، احدن، مانند همین ها، بعد چی میشه؟ فتعم الشرک، یعنی همه شرک در نظر دارد، عمومی می باشد، خواه شرکی کبیر باشد خواه شرکی صغیر باشد. یعنی به الله یگان چیز شریک قرار مدهد، خواه شریکی یا که بیم شرکی مایده باشد، خواه شرکی چی؟ کلان باشد. المعنى الإجمالي للآية. اکنون معنای خلاصوی برای آیت، یعنی از این آیت چه معنی گرفته می شود. يأمر الله سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له. الله سبحانه امر می کند، امر می فرماید بندگان خودش رو به عبادت خودش، یعنی امر می کند که خودش عبادت کنند. وحده تنها است، لا شریک له و یگان شریک ندارد. و ینهاهم عن الشرک،
الله سبحانه و تعالی بندگانش را منع میکند از چی؟ از شرک. ولم يخص نوعا من انواع العباده لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما ليعم الامر جميع انواع العباده. الله سبحانه و تعالی میگه خاص یک نوعی از انواع عبادت ذکر نکرد، یعنی مخصوصا نگفت که نماز خوانید، نگفت مخصوصا نگفت که زکات دهید، نگفت. فهمیدی؟ یعنی لم یخص، یعنی مخصوص ذکر نکرد الله نوعی از انواع نوعهای عبادت. وعبد الله گفت، نگفت مثال گریم دعا، نگفت نماز و غیر اینها را نگفت. وعبد الله گفت، زیرا اینکه وقتی که کس عبادت میکند باید که یا که گویم هر جا که عبادت کنید آمد در درون این دعا هم داخل می شود، نماز هم داخل می شود، زکات هم داخل می شود. برای چی الله سبحانه و تعالی یک نوع عبادت ذکر نکرد و خود عبادت گفت؟ عبادت کنید گفت. لیعم الامر جمیع انواع العباده، تا اینکه این امر همه نمود عبادت در بر گیرد. لیعم در بر گیرد. ولم یخص نوعا من انواع الشرک، همچنین خاص نوعی از انواع شرک ذکر نکرد الله تعالی. یعنی که بعضی کارهای شرکی هستن، بت پرستی نکنید گفت، انسان پرستی نکنید گفت. برای چی؟ لیعم النهی جمیع انواع الشرک، تا اینکه نهی همه نمود شرک در بر گیرد گفته. وقتی که با الله شریک قرار ندهید گفت، خواه شرکی میده های، خواه شرکی کلانه، خواه ریا های، کدام چیزی که نباشد که همین نام شرکه باید که از او دست کشیده شود. مناسبت الآیت للباب، اکنون مناسبت این آیت نسبت همین باب، یعنی این آیت ذکر کردگی شیخ از قرآن و عبد الله ولا تشركوا به شیئا با این باب در بیان چی است؟ در باب چی بود؟ در بیان کتاب التوحید بود. همه خلاص اکنون در باب توحید برای چی این آیت ذکر کرد؟ انها ابتدأت بالامر بالتوحید، یا که انها ابتدأت بالامر بالتوحید و النهی عن الشرك. انا همین یعنی که آیت سر شدگی است امر به توحید و نهی از شرک. و عبد الله امر به توحید است و لا تشركوا به شیئا و نهی یعنی که از شرک است. ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. در همین آیت تفسیر توحید است، یعنی توحید تفسیر کرده است که مراد از توحید چی بوده است؟ الله یکتا را عبادت کردن است و ترک کردن شرک است. ما یستفاد من الآیه، آن فایده هایی را که از همین آیه کریمه چی گرفته می شود. تحت همین آیه شیخ 5 فایده را ذکر میکنه. یکم وجوب افراد الله بالعباده، واجب است الله را در عبادت تنها دانستن، تنها اعتقاد کردن. برای چی؟ لأن الله امر بذلك اولا فهو آکد الواجبات، زیرا که الله به همین امر کرده است اولا. وعبد الله فهو آکد الواجبات، ان همین یعنی الله را تنها عبادت کردن از همه مستحکم ترین و بقوت ترین و اشدی ترین چه واجبات است. از همه واجب، یعنی اکد و تأکید ترین واجب ها کدام است؟ میگید که یعنی افراد الله بالعباده. چرا گویند؟ میگید که لأن الله امر بذلك اولا. دویم فایده تحریم الشرک، حرام بودن شرک. از آیت فهمیده می شود که شرک حرام بود است. لأن الله نهى عنه. چرا گویند؟ زیرا اینکه الله منع کرده از شرک. فهو اشد المحرمات، انا همین شرک از همه اشدی ترین سخت ترین چیزهای حرام. زنا حرام، دزدی حرام، دروغ گفتن حرام. یعنی در قطار اینها شرک هم حرام است، لیکن حرام بودن شرک، تحریم الشرک اشد المحرمات میشد است. فهمیدید؟ سوم فایده ان اجتناب الشرك شرط في صحة العباده، از شرک یک طرفه شدن، یک جانبه شدن، کنار شدن، این شرط است در درست بودن عبادت. یعنی خواهی که
عبادت درست شود شرط عبادت باید که بجا بیاری. شرط عبادت چی بوده است؟ از شرک کنار شدن، از شرک دور شدن است. شرط مثلا یک چیز است که توبه بجا نبیاری یعنی که عبادت درست نمیشه. مثلا یکی از شرط های نماز طهارت باشد، آیا بی طهارت نماز خوندن میشه؟ نمیشه. یکی از شرط های نماز رو به قبله آوردن است، آیا رو به قبله نبیاری نماز خوندن میتونی؟ نمیتونی. دیگر از شرط های نماز در آمدن وقت نماز است. مثال وقتی نماز در اومده تو حق داری نماز خوانی، نماز درسته. اگر مبادا پیشین در اومده تو نماز خوانی درست نیست. برای چی؟ برای خاطر آنکه تو شرطش بجا نآوردی. همچنین شرط درست بودن عبادت چیه؟ اجتناب الشرک. برای چی؟ لأن الله قرن الامر بالعبادة بالنهي عن الشرك. زیرا که الله سبحانه و تعالی نزدیک کرده است، نزدیک ذکر کرده است امر به عبادت رو. به چی نزدیک کرده ذکر کرده؟ به نهی از شرک. گفته است که وعبد الله، سکوت نکرد، وعبد الله تیز در دوامش چی گفت؟ ولا تشرکوا به شیئا. الله را عبادت کنید، انهم در وقت عبادت خواهید که عبادتتون درست باشد از شرک کنار شوید، یک طرف شوید. این بود سوم فایده. چهارم فایده ان الشرك حرام قلیله و کثیره، کبیره و کثیره، کبیره و صغیره. چهارم فایده از آن عبارت بود است که شرک حرام است، کمش هم بسیارش هم، کلانش هم میدش هم. برای چی؟ لأن كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل ذلك. زیرا که کلمه شیئا نکره آمده است، معرفه نیست، نکره است در دوام نهی. هر جا که نکره در دوام نهی بیاد تعم كل ذلك، یعنی که در بر میگیرد همه آن را. همه چی را؟ خواه شرکی کلام باشد، میده باشد، کم باشد، بسیار باشد. فهمیدیم؟ پنجم آخرین فایده از این آیه کریمه چنین گرفته می شود که انه لا يجوز ان يشرك مع الله احد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي ولا صالح من الاولیاء ولا صنم لان كلمه شيئا عامه. پنجم فایده از آن عبارت است که جایز نیست که همراه الله کسی را در عبادتش شریک قرار داده شود. نه یگان فرشته را شریک گرفته می شود، نه یگان پیغمبر را، نه یگان شخص صالح را از اولیاها و نه یگان بت را. برای چی؟ زیرا که کلمه شیئا چی آمده است؟ عام آمده است، یعنی عمومی است. وقتی که عام آمد همه کسی که نباشه شریک گرفته نمی شود. این بود یعنی که انا گویم شرح آیتی وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.